سلام به همگی، من آسان وایتی هستم. امروز میخوام اولین ویدیو کانالمو با آموزش شلاقی بذارم. بچه شما برای این کار اول باید بپرید. بعدش که میپرید نایف رو میزنید، همینطور که دارید تو تصویر میبینید. گان و نایف رو میزنید، اینطوری نگاه کنید، باید گان و نایف رو بزنید، بعد گان رو بکشید. مثلا باید برای این کار تو ارتفاع باشید. اینطوری الان زدم، دیدید شلاقی شد، باش کیلم زدم، وان شات کرد. حالا این بار شانسی. بچه الان با گانی که سمت راست بود زدم و دیدید که از سمت بالا آوردش. از سمت بالا میاره وقتی از گان سمت راست میزنید. وقتی سمت چپی هم میزنید، همینطوری که دارید تو تصویر میبینید، از سمت پایین میاره، اما سمت گان سمت راست رو وقتی که میزنید از بالای سرش میاره و همین باعث میشه که شلاقی بیشتر به چشم بیادش. نگاه کنید، الان این از پایین شلاقی شد به زور، بعدش هم بالایی اینطوری میشه. نگاه کنید چه فرق میکنه. وقتی که از پایین میزنید خوشگل‌تر در میادش. بعدش شاید بگید روی از رایفل و اینا شاید بشه، شاید نشه، بستگی به پینگتون داره. من الان پینگم اینجا با اینکه 100 بودش ولی بازم شد، بستگی داره دیگه، بعضی وقتا میشه. بعدش الان اینطوری بچه این انفوی که دارم بهتون نشون میدم اصلا چش نقطه است. اگه بخواید تو ویدیو بعدی اتچمنت چه 100% براتون میذارم. البته اگه یه کامنت میذارم اتچ انفو بذارم یا نه، شما اگه ازش لایک ببینم شده در 2 تا یا 1 هم که بشه میذارم اتچ این انفو رو. نقطه است. بعدش به کاری که خودم برای انفو میذارم معمولا اینان که وسطی باعث میشه تیراش بیشتر بشه، سمت چپی باعث میشه مثلا موقعی که تیر میزنید اسلاید میزنید تو باید میخواید تیر بزنید، اون موقع یکم بهتر میتونید روونتر میتونید انجام بدید این کارو. اون آخری هم باعث میشه که شما بهتر به لحظه شگانتون گرم بشه. بچه ها خداحافظ.